geldiniz, sefalar getirdiniz. Sözlerime başlarken hepinizi Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Esselamu aleyküm. Cumanız mübarek olsun. در حاشیه نشست سران کشورهای مسلمان نشین که روزهای 14-15 اپریل برگزار شد، حزب سعادت ترکیه تظاهرات برپا نمود و از سران کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اسلامی طلب کرد تا در دفاع از مسلمانان فعالتر باشند. در قطار مسلمانان مظلوم از مردم تاجیکستان هم به طرز خاص نام برده شد. از جمله یکی از مسئولین حزب سعادت گفت: İslam İşbirliği Teşkilatı, İslam Konferansı Örgütü olarak 1969 با معلومات شما میرسانیم که امروز در کشور ما سروران دولت‌های عضو سازمان همکاری‌های اسلامی جمع آمدند. امروز در روی زمین جای وجود ندارد که اسلام نباشد، از لبنان تا فلسطین و چین. اما در کشورهای مسلمانی تاجیکستان و فلسطین و عموما همه جا حقوق مسلمانان پایمال می شود. اولین قبله مسلمانان قدس از دست می رود. هدف و وظیفه اصلی ما وحدت اسلام و مسلمان هاست. تمنای ما این است که نشست سران کشورهای عضو سازمان همکاری های اسلامی به خیر مسلمان ها باشد. حال دنیا را ببینید که انسان چگونه زندگی می کند. هر روز 1 میلیارد انسان گرسنه خواب می روند. 50,000 انسان از گرسنگی می میرد. 1.5 میلیارد از آب محرومند. 2 میلیارد از برق و گاز محرومند. در دنیا 700 میلیون کودک از مکتب و تحصیل محرومند. حال قدس و فلسطین ببینید. این سازمان برای نجات قدس تأسیس شد ولی امروز خودش مظلوم است. اسرائیل وسیع‌تر می شود، فلسطین تنگتر. سوریه را ببینید. این کشور پیشرفته از بی‌توجهی و بی‌هنری کشورهای اسلامی به این روز رسید. 500,000 انسان کشته شد. 7 میلیون ترک وطن کردند. لیبیا به چه روز رسید؟ در تاجیکستان دینداران زیر ظلم و شکنجه قرار دارند. در تاجیکستان آنهایی که دین و معنویات را شیار زندگیشان قرار دادند ظلم و شکنجه می شوند و مالهایشان مصادره می شود. در آذربایجان، مصر، بنگلادش 1000 یتیم و بیوزن و بیخانه در بجای ماندند. Tamamımız bereketlere vesile olsun. Allah'a emanet olun. İslam Birliği!